با سلام خدمت دوستان، داخل آموزش میخوام یادتون بدم که چطور پروژه نکست جیستون رو روی سی پنل ران کنید. خب اول قدم شما باید بیایید به این آدرس و این کد رو دانلود کنید. بعدا به پنل سی پنلتون برید و از این بخش روی ستاپ نود اپ بزنید. اگه این بخش ندارید باید به پشتیبان سرورتون بگید که این ابزار رو نصب کنه. خب از این بخش روی گیت اپلیکیشن بزنید. خب این صفحه که بالا اومد بیایید داخل فایل منیجر هاستتون یک فولدر بسازید، حالا به هر اسمی که دوست داشتید. خب بازش کنید و از اینجا آدرسش رو کپی کنید و بیایید داخل اپلیکیشن رو پیستش کنید. از بخش اپلیکیشن مودم بذارید روی پروداکشن، ورژنش هم و هر ورژنی که خواستید خودتون دیگه تعیین کنید. من میذارم آخر ورژن بمونه، آخر ورژن بشه. خب اینو دست نمیزنیم، میایم اینجا بنویسیم app.js. خب همین چیز اوکیه، روی کریت میزنم تا اپلیکیشن رو بسازه. خب اپلیکیشن ساخته شد. حالا بعد فایل همو به هاست آپلود کنم. اول میام package.json و app.js رو به هاست آپلود میکنم. خب میام اینجا و یک رفرش میزنم. از این پایین روی run npm install بزنید تا پکیج ها رو نصب کنه روی هاست. زمان تمام شدن این اینستال هم بستگی به تعداد پکیج هاتون داره. خب من فعلا آموزش رو استارت میکنم تا این پکیج ها نصب بشه. خب پکیج ها الان نصب شدن. الان میام از پروژم یک بیلد میگیرم. صبر میکنم تا بیلد تایم تموم بشه. فعلا آموزش رو استارت میکنم تا از پروژه بیلد بگیرم. خب کار بیلد تموم شد. الان میام داخل پوشه پروژه فایل پوشه دات نکس رو زیپ میکنم و میفرستم روی هاست یا همون آپلود میکنم. خب میام اینجا صبر کنید تا پروژه رو آپلود کنم. استاپ میکنم تا پروژه آپلود شه. خب پروژه آپلود شده. میام اینجا یک رفرش میزنم تا فایل زیپ بیادش. خب اکسترکتش میکنم. اوکی. الان همه چیز بکنم اوکی باشه، مشکلی نباشه. یه بار میام اینجا ریستارت کنم که 100% مشکلی نباشه. خب حالا میرم روی سایتم میبینم همه چیز اوکی یا نه. خب همینطور که میبینید سایت بالا من الان مشکل عکسه که بعدا اوکیش میکنیم. میبینید که داره به خوبی نکس روی سایتمون کار میکنم. همینطور که میبینید داخل لیست تکنولوژی هم ریاکت هست، هم نکس، هم نود. خب بریم آدرس داینامیک هم تست کنیم ببینیم اوکی یا نه. تی میزنم میبینید اوکی، لورد نشون میده. حالا اینم میذارم. همونطور که میبینید حرف آخر آدرس رو اینجا تایپ میکنه. همین چیز اوکی. خب امیدوارم از این آموزش راضی بوده باشید.